خیلی ها سوال میکنن که چند جلسه در هفته باید سواری کنیم، تو هر جلسه چند ساعت سواری کنیم، چقدر یورتمه بریم، چقدر چارنل و خیلی سوالای دیگه. سعی میکنم تو این ویدیو کامل در موردش صحبت کنم. جواب این سوال به موارد متعددی بستگی داره. یکی اینکه وزن شما چقدره، دو اینکه وزن اسبتون، جثه اسبتون و میزان قدرت بدنیش چقدره، سه اینکه تو چه زمین‌هایی سواری میکنید و چهار اینکه اسبتون چقدر کار کرده است، آیا خامه، آیا کار کرده است و موارد این چنینی. شاید بشه یکی دو تا مورد دیگه هم بشه اضافه کرد. چند جلسه در هفته باید سواری کنید؟ حداقل یک جلسه و بهتره تا 2 جلسه استراحت بدین. 5 جلسه در هفته میتونید سواری کنید. چه تایمی؟ حدود 1 ساعت میانگین کافیه و کفایت میکنه. اما وزن شما بسیار تاثیرگذاره و قدرت اسبتون. اگر وزنتون زیاده باید تایم سواریتون رو کمتر بکنید. اگر وزنتون خیلی زیاده باید حتما وزن کم بکنید. به طور معمول حدود 10 دقیقه اول ابتدایی، 10 دقیقه ابتدایی سواریتون حتما بهتره که قدم، حتما تاکید میکنم بهتره که قدم باشه و البته 10 دقیقه آخر هم همینطور یورتمه و قدم باشه و معمولا 1 رو 20 دقیقه یورتمه میرین و 1 رو نهایتاً 4 نل توی این تایم. این یه برنامه ایدئال و متوسط هست. حالا میخوایم بفهمیم که چقدر به اسبتون فشار میارین. آیا فشار زیاده تو تمرینتون یا نه؟ به موارد متعددی بستگی داره این قضیه، اما یکی از نشونه هاش میزان تعرق اسبتونه. یعنی اگر اسبتون زیاد عرق میکنه ممکنه درد داشته باشه یا ممکنه خام باشه. اگر غیر از این دوتاست پس فشار زیادی بهش وارد میکنین تو تمرین و باید فشارتون کمتر باشه. عرق کردن زیاد، تعریق زیاد یکی از نشونه‌های فشار و یا استرس و یا درد هست در اسب‌ها. سعی کردم موارد مختلفی رو بگم. قاعدتا نمیشه همه چیز رو توی یک ویدیو در این مورد در موردش صحبت کرد، ولی سعی کردم مواردی رو بهتون بگم که براتون قطعا مفید خواهد بود. امیدوارم که ازش استفاده کنید. اگر تا ایشون منو گاز نگرفته و کل لباسم رو یونجه‌ای و دهنی نکرده که کرد دیگه، کار از کار گذشت. خدا نگهدار. ساعته میشکنیش. نه ولش کن ببخشش. خدا نگهدار. وایسا تمیزت کنم. به دست زغده قلدری ها. این فکر کنم همون که خاطرخواه منه. یکیشون خاطرخواه منه. ببین میاد وای میسه میاد اینجا، بعد کارهای دیگه میان میزنشون که برن. وای فکر کنم اینه. با دست سوخته. نه ترس خوشگه. میاد میبرش، میفرستش بره سری. بابا حسودی نکن دیگه. نمیذاره اون بیاد که. برم طرف این میاد سراغش. بابا حسود تو خوشگل تری. چیه؟